مرکز مطبوعات وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 1 دکامبر سال 2023 خبر داد که این وزارت مطلب در صفحه فیسبوکی هفته‌نامه پایک و دیگر شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان رشت 23 نفر آموزگاران را از منزل استقامتی راندند از جانب سید حیدر نشر گردیده را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. با فرمایش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان، گروه کوری جهت سنجش وضع به عمل آمده در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در نوع رشت تشکیل کرده شده الکی فعالیت خود را آغاز نموده است. گروه کوری وزارت معارف و علم وضع بود و باش آموزگاران در خوابگاه دانشجویان و خانه‌های استقامتی خدمتی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در نوع رشت را مورد آموزش، بررسی و سنجش قرار داده از نتیجه آن معلومات مفصل پیشنهاد می‌نماید. گفته می شود در اطلاعیه مرکز مطبوعات وزارت معارف و علم، رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در نوع رشت محمدیار رجبزاده نیز شام 3 نوامبر در یک پاسخ رسمی از نام ریاست این مکتب عالی از نشریه پایک و مؤلف مقاله سید حیدر خیلی مذمت کرده است، ولی خبر اساسی ذکر شده در آن مقاله از خوابگاه راندن 10 آموزگار دانشکده رشت را تصدیق کرده است. ریاست دانشکده تلاش کرده است که این اقدام خود را به گونه توجیه کرده حتی همچون غمخوری در حق آن آموزگاران از خوابگاه رانده شده به قلم دهد. ریاست دانشکده در توجیه اقدامش برای از خوابگاه راندن آموزگاران از جمله نوشت: باید خاطر نشان ساخت که خوابگاه دانشجویان دانشکده تعیینات اجتماعی تنها برای دانشجویان می باشد، ولی با سبب دوری راه ریاست دانشکده برای یک گروه آموزگاران جوان چندین اتاق خوابگاه را موقتا برای استقامت آنها جدا کرده بود. مرحله به مرحله قسم زیادی آموزگاران خانه‌های استقامتی اجاروی نزد دانشکده را برای زیست انتخاب نمودند. واقعی که در مقاله شما تصویر شده است راندن آموزگاران را از منزل استقامتی افاده نمی سازد، بلکه خود آموزگاران می دانستند که اقامت آنها در خوابگاه موقتی و غمخوری نوبتی ریاست دانشکده است و در بین ریاست دانشکده و آموزگاران هیچ گونه رسمیت حقوقی وجود ندارد. محترم سید حیدر، واقعیت چنین است که وضع نگهداشت اتاق‌ها از جانب آموزگاران به حالت استانداردی جوابگو نبود و چنین وضع نوابسته از تاکیدهای پیوسته ریاست دانشکده اصلاح نشد و نهاد سانیتاری اپیدمیولوژی در سحنه 28 نوامبر سال روان چنین وضع را آشکار نمود که امروز آن به یک هنگامه تبدیل یافته است. در پاسخ همچنین تاکید شده است که رکتور دانشکده هیچ گونه درهای حجره‌های خواب استادان را نشکسته است و چیز و چاره آموزگاران را خود آنها برای اقامت در دیگر جا به بیرون برآورده بودند. از پاسخ همچنین برمی‌آید که مسئولان دانشکده بیشتر از همه از ریکتیر نامیدن رکتور رجبزاده آزرده شدند تا از آن که کوچ بستن عائله‌های 10 آموزگار را در پیشروی فصل سرما به کوچه برآورده پرتافتند. محترم سید حیدر، شما قبل از نشر این مقاله 2 مرتبه با رکتور دانشکده واخوری انجام داده بودید. در گفتار و رفتار رکتور رجبزاده یگان به احترامی، ناسپاسی و یا ریکتی را احساس یا مشاهده کرده باشید معذرت می‌خواهیم و اگر نکرده باشید آنگاه ضرورت در مقاله جا دادن اصلاح ریکت را به آموزگار نوابسته از مقام و منصبش مناسب نمی‌دانستید. خطاب به مؤلف نوشته شده است در پاسخ دانشکده آموزگاری رشت. نشریه پایک روز 28 نوامبر سال 2023 با نشر 3 عکس در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که از ساعت 8 صبح 29 نوامبر سال 2023 رکتور دانشکده آموزگاری رشت رجبزاده محمدیار ناصر همراه معاونانش و محافظان دانشکده 23 آموزگار این مؤسسه تعلیمی را خودسرانه از خوابگاه دانشکده پیش کردند. پایک نوشته است که رفتار رکتور دانشکده رجبزاده به رکتیر شباهت بیشتر داشت تا به رکتور.